تا حالا فکر کردی گیربکس دستی چطوری کار میکنه؟ بیاین با یه انیمیشن سه‌بعدی توضیحش بدیم. اول کلاچ روی فلای ویل که به موتور وصله نصب میشه. دیسک و صفحه روی فلای ویل قرار میگیره و وقتی پدال کلاچ رو فشار میدی، اهرم فنر رو فشار میده، صفحه فشار رو بالا میاره و قدرت رو قطع میکنه. وقتی پدال رو رها میکنی، همه چیز دوباره سر جای خودش قرار میگیره و قدرت به آرومی به گیربکس منتقل میشه. فنرهای کوچیک داخل کلاچ هم لرزش‌های اضافی رو جذب میکنن. حالا دنده ها به صورت جفت درگیر میمونن، اما با سرعت‌های مختلفی میچرخند. همگام کننده سرعت دنده و شفت رو هماهنگ میکنه تا کشویی بتونه اونا رو به آرامی به هم وصل کنه. وقتی درگیر شد، قدرت از شفت اصلی به شفت متحرک و بعد به چرخ‌ها منتقل میشه. دنده عقب دنده کشویی مخصوص خودشو داره. به خاطر همینه که اگه بدون توقف کامل دنده عوض کنی، صدای تق میشنوی. شیفتر از میله و کابل برای حرکت ماهک‌ها استفاده میکنه که بعد همگام کننده ها رو سر جای خودشون فشار میدن و با روغنکاری داخل گیربکس همه چیز به آرامی کار میکنه و دنده ها راحت عوض میشن.